درود بر شما. امروز میخوام توی این ویدیو راجع به چیزی صحبت بکنم که اگرچه ما در شبانه روز به جز ساعتی که خواب هستیم ازش زیاد استفاده میکنیم و کاربرد زیادی برامون داره، اما شاید زیاد بهش فکر نمی کنیم، شاید زیاد راجبش نمیدونیم. راجب زبان میخوام باهاتون صحبت کنم. زبان همون شیوه برقراری ارتباط بین آدم هاست که به صورت قراردادی از سالهای بسیار گذشته شکل گرفته، گسترش پیدا کرده. گستردگی که الان میبینیم به صورت افزایش کلمه به کلمه و به طور قراردادی شکل گرفته. یعنی اینکه تفاهمی وجود داشته بر استفاده از کلمه‌های خاصی که الان برای ما رایج هست بین افرادی که میخواستن با یکدیگر قبلا ارتباط برقرار کنن. همه کلمات همینطورن، همه کلمات به صورت قراردادی ایجاد شدن و طی سالیان دراز باعث شدن که انسان از بقیه موجودات روی کره زمین متفاوت باشه. یکی از مهمترین چیزهایی که بشر بهش دست پیدا کرده همین نحوه برقراری ارتباطش هست. ما میدونیم که همه موجودات روی کره زمین به نوعی با هم نوعانشون ارتباط برقرار میکنند، اما زبان و نوع ارتباطگیری ما انسان ها بسیار پیشرفته، بسیار گسترده و بسیار کاربردیه، طوری که باعث میشه نوع ارتباطگیریمون با هم دیگه باعث میشه که علم اندوزی بشه، علم و دانش اندوخته شده و به نسل‌های بعدی منتقل بشه و همچنین به دیگران منتقل بشه. از طریق زبان ما میتونیم تجربیاتمون، دانسته هامون و هر چیزی که تو مغزمون هست رو با دیگران به اشتراک بگذاریم. این باعث پیشرفت میشه، این باعث میشه که خطاها دیگه توسط بقیه تکرار نشن، باعث به وجود اومدن علم بیشتر و همینطور که میبینیم جدایی فرهنگ و تمدن بشر از دیگر موجودات میشه. اما توی همین زبان و همین صحبت کردن، کلماتی که ایجاد شدن، کلماتی که ما ازشون استفاده میکنیم، هر کدوم بعضیاشون البته بار معنایی سنگین دارن، بعضیاشون طوری هستند که بعد از استفاده اثر میذارن و اینه که موقع حرف زدن، موقع استفاده از کلمات ما باید دقت داشته باشیم که چه کلمه ای رو در چه جایگاهی به کار میبریم. اگه به یک کیبورد، یه تایپیست حرفه‌ای که مدت زیادی از کیبوردش استفاده میکنه با دقت نگاه کنید، میبینید که بعضی حروف روی اون کیبورد کم رنگ شدن و بعضی حروف دست نخورده‌اند انگار. این به این خاطر هست که به دلیل راحت طلبی ما توی گفتارمون سعی میکنیم از حروفی استفاده بکنیم که این حروف استفاده ازشون راحت تر هست و این باعث میشه کلماتی بیشتر طی این سالیان مورد استفاده قرار بگیرند که حروفشون، واژه هاشون به کار بردنشون راحت. توی کیبورد های حرفه‌ای تایپیستا میبینید که این کلمات راحت کم رنگ تر شده، چون اونا کلماتی رو تایپ میکنن که حرفایی رو تایپ میکنن که بیشتر توی کلمات استفاده میشن. بعضی کلمات هم حالا به دلایلی مثلا حرف ژ که توی یا حرف پ که تو فرهنگ ما قبلا گستردگی زیادی داشته و الان کمتر شده، به دلایل خاص کم کم از زبان حذف یا کم رنگ شدن. حالا تو کشورهای پیشرفته، تو کشورهایی که فرهنگ بهتری برای خودشون سعی میکنن ایجاد کنن، استفاده از بعضی از کلمات رو محدود میکنن، جایز نمیدونن یا جایگزین میکنن. مثلا یه پدری که میخواد به فرزندش بگه تو نمیتونی این کار رو انجام بدی، توی یه کشور مثلا فکر کنید ژاپن، به جای اینکه به فرزندش که میخواد یه کاری رو که در حد توانایی خودش نیست انجام بده، نمیتونه اون کار انجام بده، به جای اینکه به فرزندش بگه تو نمیتونی، سعی میکنه بگه بهتره با هم انجام بدیم، بهتره منم کمکت بکنم. یعنی از کلماتی که بار منفی
تاثیرگذار دارن روی افراد سعی میکنن استفاده نکنن. یا اینکه اگر کسی اضافه وزن داره، به جای اینکه بهش بگن چاقی، به جای اینکه بهش الفاظ بد نسبت بدن، سعی میکنن بگن اضافه وزن داری. یا اینکه گهگاه از بکار بردن جمله‌هایی که باعث ایجاد وحشت میشه خودداری میکنن و سعی میکنن از جملاتی استفاده بکنن که جایگزین اونها هست ولی همون معنا رو میرسونه. مثلا توی فرهنگ هایی که روی این قضیه کار شده، به فرض اگر لاستیک ماشین کسی پنچر هست، میخواد خبر بهش بدید که لاستیک ماشین پنچره، خب میتونید بهش بگید یه سر به ماشینت بزن، یه نگاه به ماشینت بنداز پیش از این که بخوای سوار بشی. استاد سخن سعدی هم در همین رابطه، الان من یاد اون افتادم، قشنگه که اینجا بگمش. استاد سخن سعدی در همین رابطه وقتی خبر بدی رو کسی به کسی بخواد بده، میگه خبری را که دلی بیازارد، تو خموش تا جغد بیارد. حالا اونا هم تو فرهنگ‌های خودشون سعی میکنن خبرهای بد رو به نوعی بگن که اون بار منفی وحشت رو ایجاد نکنه. سعی میکنن به کسی، به اصطلاح روانشناسا، با حرفاشون با کلمات منفی برچسب نزنن. ما میدونیم الان که اگر ما از کلمات منفی که سنگینی وزن دارن زیاد استفاده کنیم، به کرات در مورد شخص خاص، به خصوص این که اگر از کودکی اون کلمات، اون حرفها برای اون شخص استفاده شده باشه، اون بار منفی به صورت یک برچسب تا زمانی که شخص بزرگ میشه و به رشد فکری میرسه توی ذهنش باقی میمونه و باعث آسیب‌های روانی به اون میشه. مثلا اگر تو بچگی به یک کودکی یه لقب بد مثل این که مثلا گیجی بهش بگن گیجی و اینو هی تکرار بکنن، هی جای مختلف اینو بشنوه، حالا چه این که اون مثلا شخص بازیگوش باشه، اون بچه بازیگوش باشه و تمرکز کافی روی کارش نداشته باشه، این باعث بشه که افراد مختلف بهش بگن گیجی یا تمرکز نداری. این به صورت یک برچسب به ذهن اون شخص منتقل میشه و باهاش زندگی میکنه و حتی وقتی به رشد فکری میرسه هم باز این به صورت یک نقص روانشناسانه باهاش میمونه. پس در به کار بردن کلمات باید دقت کنید. میبینید که رسانه، پروپاگاندا و جاهایی که کلمات به صورت معنادار سعی میکنن استفاده بشن و روشون مطالعه میشه، کلمات رو به صورت کاملا معنایی و حساب شده به کار میبرن. میبینید که یه نفر میتونه بمیره، کشته بشه، فوت کنه یا بره به درک یا کلماتی از این قبیل. پس نوع استفاده از کلمات، یا تو محاوره یه چیزی که الان بین مردم جا افتاده، میگن به فرما و بشین و به طمع یه معنی میده. نوع استفاده از کلمات برای ما در حرف زدنمون بسیار روی شخصیت ما تأثیر گذاره. وقتی توی یه جایگاهی هستید که باید از کلماتی استفاده بکنید مناسب شأن اطرافیانتون، حتما از کلمات مناسب استفاده کنید و در جایگاه‌های مختلف باید بلد باشید از کلمات متناسب اون موقعیت و جایگاه استفاده بکنید. جمله بندیتون هم بسیار مهمه و یه چیز جالبی که شاید هیچ وقت بهش فکر نکردید اینه که باید بدونید توی ذهنتون با زبون مادریتون همیشه فکر میکنید. چه بسا اگر کسی چندین زبان بین المللی رو هم بلد باشه، اما حتما از زبون مادری توی ذهنش برای مکالمه با خودش استفاده میکنه، برای فکر کردن استفاده میکنه. وقتی که ما داریم فکر میکنیم تو ذهنمون با اون من درونمون صحبت میکنیم، از زبون مادری استفاده میکنیم. پس در استفاده از کلمات باید مراقب باشید، مطالعه کنید
بسیار مطالعه روی طرز بیان شما، طرز صحبت شما تاثیرگذار هست و از کلماتی که توی مطالعاتون باش برخورد میکنید در صحبت کردنتون بهره ببرید. این باعث میشه که هم ذهنتون گستردگی پیدا بکنه، هم این که در موقعیت‌های متفاوت بتونید تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید. ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون.